بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، ان شاء الله سبحانه و تعالی این حلقه 16 ما و شماست که در این حلقه در موضوع نامهای پیامبرمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم صحبت خواهیم کرد. ابن القیم الجوزی رحمت الله علیه میگویند که از همه مشهورترین نام و از همه معروفترین نام این نام محمد می باشد که نام پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم است. و محمد نام است که در تورات صریح و آشکار و واضح بیان کرده شده است و وارد شده است. خیلی که کتاب جلاء الافهام فی فضل الصلاة والسلام علی خیر الانام این مسئله را ذکر می کند. و ابن القیم جوزی میگن این کتاب بهترین کتاب است که من در عمرم دیدم. پس اینچنین مقصد این است که از همه معروفترین و مشهورترین نام پیامبرمان این محمد صلی الله علیه و سلم می باشد که در تورات صریح ذکر شده است. و اینچنین دومین نامشان احمد که این نام را مسیح عیسی و مسیح ذکر می کنند. و اینچنین متوکل، اینچنین الماحی، اینچنین الحاشر، اینچنین العاقب، المقفی و نبی التوبه و نبی الرحمه و نبی الملحمه والفاتح والامین. و اینچنین به این نامهای دیگر پیوست می شود به مانند شاهد، المبشر والبشیر والنذیر والقاسم والضحوک والقتال وعبدالله والسراج المنیر وسید ولد آدم وصاحب اللواء الحمد وصاحب مقام المحمود و غیر از این نامهای زیاد. پس ما باید بدانیم که نامهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دو قسم تقسیم می شوند. نامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خاص به خودشان دارد و خاص این نام تعلق رسول الله است و دیگر کسی به این نام به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشارکت نکرده است. یعنی معنای این نام خاص به رسول الله تعلق دارد، به مانند محمد، احمد، العاقب والحاشر والمقفی و نبی الملحمه. اما باقی مانده نام ها این صفت می باشد که با اینچنین غیر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیگر از رسول ها هم این نام را داشتند، اما پیامبر ما در این نام هم از نظر صفت هم از دیگر پیامبران صفتشان بالا و اعلا بود. به مانند شاهد، به مانند مبشر، این صفت مبشر را دیگر پیامبرها هم داشتند، اما پیامبر ما از اونها عالی‌تر بودند، افضل‌تر بودند. نذیر، دیگر پیامبرها هم بیندهنده و نذیر بودند، لیکن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم افضل‌ترین نذیر هستند. نبی الرحمه، نبی رحمت، دیگر پیامبران هم نبی الرحمت بودند، اما پیامبر ما صلی الله علیه و سلم افضل‌ترین پیامبر در نبی الرحمه هستند. نبی التوبه، پیامبر ما نبی توبه هستند، اما دیگر پیامبران هم به این نام مشارکت میکنند، اما پیامبر ما افضلتر و عالیتر هستند. پس بعضی از نام‌های هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم خاص به خودشان است، به مانند محمد که به دیگر پیامبران این نام گذاشته نشده است، به مانند احمد، به مانند عاقب، حاشر، مقفی و نبی الملحمه که دیگر پیامبران را نبی الملحمه، حاشر، مقفی، محمد و احمد گفته نمی شود.
به این نام هایشان به بعضی از اینها احادیث هم دلالت میکند که حدیث صحیح امام بخاری و مسلم روایت میکنند. از حدیث جبیر ابن مطعم می باشد که میگویند سمى لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم نفسه اسماء. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما نام خودش را بیان کرد. پس بگفت انا محمد، من محمد هستم، و انا احمد، و من احمد هستم، و انا الماحی الذی یمحو الله بی الکفر، من محو کننده هستم، پاک کننده هستم، آن پاک کننده ای که الله به سبب من کفر را پاک میگرداند. و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، من حشر کننده هستم، یعنی اون حشر کننده ای که الله رب العزت و الجلال وقتی که من قدم میگذارم به قدم گذاری من مردم را چی میکند؟ حشر میکند. والعاقب الذی لیس بعده نبی، و من عاقب هستم یعنی اخیر اومده هستم که بعد از من نبی وجود ندارد. و در دیگر آیات لیس بعدی بعده نبی، من یک پیامبری هستم که بعد از من پیامبری وجود ندارد. پس این حدیث دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از نامهایشان را خودشان بیان کردند و بعضی از نامها را بیان نکردند، اما همچون یک صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. برای همین علما میگویند اگر هر یک صفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را همچون نام استفاده بکنیم زیاده از 200 و 300 نام می شود. لیکن اگر ما نامی مختص به خودش که این صفت را غیر از خودش دیگر پیامبران نداشتند، این صفت ها را بگیریم و از اون نام بگیریم، این یک نام عددی معین را پیدا می کند که ابن القیم الجوزی در اینجا 15 نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر کردند و بیان کردند که این نام ها خاص پیامبر ما هست که دیگر پیامبرها به اکثرش مشارکت نکرده اند. پس علماء میگویند تعدد الاسماء كما يقولون العلماء يدل على شرف المسمى، یعنی زیاد بودن نام، تعدد داشتن نام، این دلالت به مشرف و شرفمند بودن نام گذاشته می باشد. چقدر که صفت یک انسان زیاد بشود، نام یک انسان زیاد بشود، همان قدر خوبی این انسان را، بزرگی این انسان را دلالت می دهد و دلالت می کند. برای همین است که الله رب العزت و الجلال خیلی هم نام دارد که بزرگترین از همه بزرگترین نامش الله است. نامهای میداند که غیر از خودش کسی خبردار نیست. نامهای را بعضی بندگانش میدانند، نامهای را بعضی از رسولانش میدانند و من و شما از 99 تای آنها باخبر هستیم. این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نام زیاد است دارند، چرا که بهترین بنده در روی دنیا هستند، صفتهای خوب دارند. پس این نامهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که از همه بهترش و از همه افضلش این محمد صلی الله علیه و سلم می باشد که به اسم مفعول آمده است. ابن القیم جوزی میگن محمد فهو اسم مفعول، محمد این اسم مفعول است، از حمیده احمد گرفته شده، از حمیده فهو محمد. معنیش این است که خیلی هم یک انسانی زیاد حمد کننده و خصلت و حمدش زیاد است. محمد معنای خیلی هم زیاد حمد و شکر کننده، معنای حمد و شکر کننده را میدهد به صیغه مبالغه. و برای همین است که علما میگن معنای محمد از معنای محمود بزرگتر است و ابلغتر است و کاملتر است. چرا که محمود از ثلاثی مجرد گرفته شده است و محمد از مضاعفه که برای مبالغه استفاده کرده می شود گرفته شده است. محمد وقتی که میگوید
به معنای اسم مفعول، لیکن خیلی هم زیاد حمد و شکر کننده را محمد میگن. اما محمود حمد و شکر کننده می باشد، محمد خیلی هم حمد و شکر کننده. به خاطر همین محمد از محمود معنایش زیادتر است و بالغتر است و خوبتر است. محمد اون کسی است که از دیگر تمام دیگر انسان ها زیادتر حمد و شکر را به جا می آورد. و برای همین است که شاید والله اعلم به خاطر همین باشد که در تورات نام پیامبر محمد، نام پیامبر ما را همچون محمد ذکر شده است، آشکار محمد ذکر شده است. به خاطر خیلی هم خصلت‌های محمود شده زیاد داشتنش، خصلت‌های خوب دینیش و خصلت‌های خوبی که امتش دارد در تورات محمد ذکر شده است. حتی که موسی علیه السلام تمنا میکنند که از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند. خیلی که به این سخنی گفتهمان احادیث و معنای زیادی دارد. و بعضی از علما به مانند ابوالقاسم السهیلی ذکر کردند که در تورات نام پیامبر ما احمد ذکر شده است، نه محمد. این غلط است. خیلی که ابن القیم الجوزی این مسئله را در دیگر کتاب‌های خود با دلیل‌های زیادی رد می‌زنند و دلیل‌ها را ذکر می‌کنند. ابوالقاسم السهیلی این عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبد الاندلوسی السهیلی می باشد. یکی از حافظان عالم به لغت عربی، لیکن در این مسئله غلط می کنند و خطا می کنند. چرا که صحیح این است که محمد صلی الله علیه و سلم در تورات ذکر شده است، نه احمد. و اما دومین نام پیامبر صلی الله علیه و سلم احمد می باشد که حضرت عیسی علیه السلام پیامبر ما را احمد ذکر کردند. خیلی که این بیان شده است که حضرت عیسی علیه السلام آشکار به امتشان ذکر کردند که بعد از من پیامبر می آید که نامش احمد است. این نام هم به معنای تفضیل می آید، افعل، یعنی احمد به معنای افعل صیغه تفضیل می آید. این نام هم همچنین مشتق از کلمه حمد می باشد، حمد و شکر و ثنا. و مردم و ابن القیم جوزی می گویند در وزن این مردم اختلاف می کنند. بعضشون میگن که احمد به معنای فاعل و بعضشون میگن احمد به معنای مفعول. این اختلاف را ذکر کردن به دور و دراز به ما شرط نیست، لیکن ابن القیم جوزی در اینجا قولی احمد را به معنای محمود ذکر میکنند. این چنین یعنی از اسم مفعول، احمد از اسم مفعول گرفته شده است و نه غیر. و این دو اسم محمد و احمد صلوات الله ربی و سلامه علیه از اخلاقشان و از خصلت‌های خصائص‌های محموده پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتقاق شده است و به خاطر همین مستحق است که محمد صلی الله علیه و سلم نام برده شوند. و احمد اون نامی است که یحمده اهل السماء و اهل الارض و اهل الدنیا و اهل الاخره. حمدش میگد اهل آسمان، اهل زمین، اهل دنیا و اهل آخرت. چرا که خیلی هم خصلت‌های محموده، خصلت‌های زیبا و محسنین را دارند. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم سومین نامشان این متوکل هست که ابن القیم الجوزی ذکر میکنند که این اسم در کتاب صحیح بخاری ذکر شده است در تفسیر سوره فتح. باب انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. از عبدالله ابن عمرو ابن العاص می باشد که گفت که
پیامبر صلی الله علیه و سلم متوکل نامیده شده اند. متوکل، سمیته المتوکل، یعنی الله خبر میتید که من محمد صلی الله علیه و سلم را متوکل نامیده ام. اون انسانی که غلیظ نیست، قلبی بد ندارد و بدی را به بدی نمیگرداند، بلکه بدی را به خوبی میگرداند، بلکه همیشه میبخشد و تسامح میکند، که این حدیث در بخاری ذکر شده است. و اینچنین که از نامهای پیامبر صلی الله علیه و سلم الماحی می باشد. الماحی والحاشر والمقفی والعاقب، که این حدیث، که این نام را حدیث جبیر بن مطعم تفسیر می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من ماحی هستم، یعنی نابود کننده هستم. آنی که الله رب العزت و الجلال به من کفر را محو خواهد کرد، پاک و نابود خواهد کرد. الله رب العزت و الجلال در این دنیا به واسطه کسی کفر را زیاده محو نکرد مگرم با پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر کسی بودند که در روی دنیا از همه زیادتر کفر را محو کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوث شدند که تمام اهل دنیا کفار بودند مگرم کمی از باقی مانده اهل کتاب، که همونها هم بعضشون اوثان و اصنام را عبادت می کردند، که الله رب العزت و الجلال بیان کرده است که یهود مغضوب علیهم و نصارا وللضالین. و اینچنین بعضی از گروه ها بودند که صاحبت الدهریه هیچ خدای را نمی شناختند، هیچ کسی را نمی پرستیدند. بعضی کافران ستاره را می پرستیدند، بعضیشون آتش را. فلاسفه و متکلمین باشند تماما یگان دین از دینها را قبول نداشتند و اقرار نمی کردند. پس الله رب العزت و الجلال با ظاهر کردن پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم همه اونها را نابود و شکست داد و حق را آشکار کرد و دینش را به تمام دنیا رسانید. و یکی از دیگر نام پیامبر صلی الله علیه و سلم این حاشر می باشد. حاشر به این معنا که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولین شده از قبر میخیزند، وقتی که قدم میزنند به هر یک قدمشان انسان ها از قبر بیرون میشوند. و اینچنین یکی از نام دیگرشان العاقب، که حدیث جابر اینچنین این نام را شرح داد، یعنی آخرین پیامبران. العاقب یعنی آخرین پیامبران، که بعد از این پیامبری وجود ندارد. المقفی، معنای مقفی این است که پیامبری که بعد از دیگر پیامبرها آمده است. پیامبری که پیش از این پیامبر دیگر پیامبرها هم رسول و انبیا وجود داشتند، که این لفظ از قفو مشتق است. یقال قفاه یقفوه. قفا یقفوه یعنی که وقتی که آخرین کس شده می آید این را قفا یقفوه می گویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر بودند، برای من المقفی گفته می شود که این نام اینچنین به دیگر پیامبران وجود ندارد. حاشر نیست، وجود ندارد. العاقب اینچنین نام دیگر پیامبران نیست، برای که این صفت خاص پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. نبی التوبه، این نامی هست که اینچنین دیگر پیامبران به این نام همراه هستند، لیکن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در این نام افضل ترین هستند.
نبی توبه این معنا را دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن است که الله رب العزت و الجلال به سبب این پیامبر صلی الله علیه و سلم باب دری توبه را در روی زمین باز کرده است. چنان امت پیامبر صلی الله علیه و سلم را توبه اشان را قبول می کند که مثل این دیگر امت ها را قبول نکرده است. لم یسبق. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همه زیادتر استغفار کننده و توبه کننده بودند. حتی در یک مجلس واحد، در یک مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاده از 100 بار رب اغفر لی، پروردگارا مرا بخش، و توب علی، توبه مرا قبول کن، مرا ببخش، انک انت التواب الغفور، که البته تو قبول کننده توبه و بخشنده هستی میگفتند. که این حدیث را امام مسلم اخراج کردند در کتاب دعا باب استحباب الاستغفار، اینچنین ابو داود در کتاب صلات، که البته ابو داود با یک روایت دیگر ذکر میکنند. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتند یا ایها الناس توبوا الی الله ربکم فانی اتوب الی الله فی اليوم 100 مره. ای مردم به سوی الله توبه بکنید، به سوی پروردگارتان توبه بکنید که البته من در هر یک روز زیاده از 100 بار استغفار و توبه میکنم. که این حدیث هم حدیث صحیح است. حدیث اول گفتمون که در یک مجلسی یکم رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الغفور میگفت. این حدیث امام ترمذی روایت کردند، لیکن حدیث دوم را امام مسلم روایت کردند که حدیث صحیح است. هر دوش حدیثی صحیح است. و اینچنین توبه امت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین توبه و کاملترین توبه از دیگر توبه های امتان سابقه می باشد. خود پیامبر توبهشان از پیامبران بهتر و امت پیامبر صلی الله علیه و سلم توبه امت پیامبر صلی الله علیه و سلم از امتان پیش گذشته بهتر و آسانتر قبول خواهد شد. توبه های امت گذشته خیلی هم توبه مشکل بود. مثل امت ما آسان نیست که گناه کنید و دست بردارید و توبه کنید که الله بخشد. حتی توبه بنی اسرائیل چگونه بود میدانید؟ شرط قبول شوی توبه اونها این بود که وقتی که گوساله پرستی کردند، شرط قبول توبهشان این کشتن نفسشان بود. نفسشان را به قتل میرسانند، توبهشان قبول میشود. و اما امت ما مکرمترین امت در نزد الله رب العزت و الجلال، توبه امان پشیمانی و به همین گناه دیگر باز نگشتن. کدام وقتی که گناه کردید توبه کنید، یعنی پشیمان شوید، به همون گناه باز نگردید، ان شاء الله توبه شما قبول خواهد شد. مثل امتان گذشته توبه مشکل، شرط و شروط های زیاد ندارد. اما چقدر انسان های هستند که از توبه کردن دور هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روز قسم میخورند فوالله الذی لا اله الا هو، قسم به آن ذاتی که نیست معبود غیر از او، یا که جان من در دست اوست. در دیگر روایت لا استغفر الله و اتوب الیه فی یوم اکثر من 70 و فی روایت 100 مره، زیاده از 70 بار، در یک روایت زیاده از 100 بار استغفر الله و اتوب الیک میگم. اما امت پیامبر صلی الله علیه و سلم، برادران و خواهران عزیز، امروز من و شما آیا این عمل را داریم؟ آیا دعای صبح و شام استغفر الله که هست و اتوب الیک که هست انجام میدهیم؟ که این از ضعف ماست. اگر انجام ندادیم از ضعف ماست. پس باید به این عملها اهمیت داد. و این چنین یکی از نامهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نبی الملحمه. معنای نبی الملحمه این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شده اند تا که دشمنان الله و رسول الله را جهاد بکنند. هیچ نبی و رسول پیش از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نگذشته است که مثل پیامبر ما صلی الله علیه و سلم جهاد کرده باشد.
از همه رسول و نبی که زیادتر جهاد در راه الله کرده است این محمد صلی الله علیه و سلم و امت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و ملاحم، ملحمه یعنی گوشت پاره، اون خون جهادی که در بین زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین و کفار شده است، مثل این به امتان پیش گذشته واقع نشده است. ملاحم یعنی ملحمه، چرا که در آخر الزمان خیلی که احادیث صحیح وجود دارد، در آخر الزمان ملحمت الکبرى یعنی یکی از علامت های روز قیامت واقع میشد که این را ملحمت الکبرى میگند. نبی الملحمه به خاطر میگن که خیلی هم یک جنگ سخت برخ میدهد. ملحمه به مانند گوشت ریزه که اینقدر انسان ها وفات میکنند، به زمین میافتند که زمین پر از گوشت ریزه های انسان میشد. به خاطر این نبی الملحمه گفتند. به اینچین پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از نامشون نبی الرحمه، آن پیامبری که الله رب العزت و الجلال رحمتا للعالمین، رحمت و مهربان برای بندگان تمام دنیا فرستاده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این دنیا هم رحمت به کافرها هستند و به مؤمنها هستند. پس کافرانی که مسلمان میشوند به خاطر ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینها از رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم برخوردار خواهند شد. الفاتح، این چون یکی از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم فاتح است، آن پیامبری که الله رب العزت و الجلال به واسطه این باب هدایت را گشاد، فتح کرد، فاتح کرد. و به سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم چشمهای نابینا، اونانی که حق را نمیدانستند، گوشهایی که از حق بیخبر بودند، اونها را کشاد، قلفهای قلب را کشاد و از تمام ظلمات تاریکی بندگانش را نجاتشان داد. این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم نام امین دارند که پیامبر صلی الله علیه و سلم مستحق ترین انسان به این نام هستند، که پیامبر صلی الله علیه و سلم امین الله در روی زمین به وحیش و دینش می باشد و این چنین امین در آسمان هاست و این چنین امین در زمین است. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیش از این که پیامبر مبعوث به نبوت شوند، مشرکین قریش کفار هم پیامبر را امین می نامیدند. امین یعنی کسی که هیچگاه یک ذره هم خیانت نکرده است. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم نام دارند ضحوک القتال. این دو نامی که یکی اش را از دیگرش هیچگاه جدا کرده بیان نمی کنید، همیشه باید هر دوش همراه یکدیگر بیاد. ضحوک القتال، ضحوک و قتال را علاهیده گفتن جایز نیست. ضحوک القتال این معنی دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم به رویشان همیشه تبسم می آمد و به مؤمنان تبسم کنان صحبت می کردند و به چهره های مؤمنان خنده می کردند، و اما به دشمنان خدا خیلی هم غضب می کردند و قتال بودند، قتال لاعداء الله. و اینچنین نام دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم البشیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت می دادند هر اون کسانی که اطاعتش می کرد، گفته های پیامبر و الله را به جا می آورد، بشارت می دادند. خیلی که 10 یار بهشت را بشارت به جنت دادند، اهل بدر را و اینچنین امتانی بعد از خودش آمده را که هر کسی که فلان عمل را می کند این بشارت، که حدیث های زیاد در مسئله بشارت وجود دارد.
و اینچنین نام دیگری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم المنیر. منیر یعنی نور، نور را باز می کنند، اون نوری که مردم را به هدایت راهنمود می کند. خیلی که در حدیث صحیح ثابت شده است که امام ترمذی روایت می کنند از ابی سعید الخدری رضی الله عنه که پیامبر میگن انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر، من سیدی فرزند آدم هستم در روز قیامت که به این فخر ندارم، فخر نمی کنم. و بید لواء الحمد ولا فخر، و لواء الحمد بیرق حمد در روز قیامت در دست من که فخر ولا فخر، فخر نمی کنم. و ما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائه، در اون روز، روز قیامت، یگان پیامبری رسول وجود ندارد مگر اینکه در زیر بیرق من می ایستد. و انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، و من اولین کسی هستم که از قبر بیرون می شوم ولا فخر. به این معنا احادیث صحیح وجود دارد، لیکن بعضی از روایت ها در این مثل این حدیث به همین روایت ها ضعیف علما میگن، لیکن این شواهدی زیاد دارد، حدیث های صحیح است که در مسند احمد این چنین روایت شده است که سندش صحیح است. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که و سماه الله سراجا منیرا، یعنی الله پیامبر صلی الله علیه و سلم سراج و منیر نامید. پس این دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از نامشان این منیر هست. پس با همین موضوع نامهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به پایان میرسانیم. این نامهایی که ما به شما بیان کردیم 15 نام، کمی از معنیش را به شما بیان کردیم. این نامهای خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعضش به در دیگر پیامبر هم بود. و اما اگر صفاتهای پیامبر را، همه صفتشان را همچون نام استفاده بریم، خیلی هم نام پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد می شود. اما ما در اینجا نامهای مخصوصی که خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم دخالت دارد ذکر کرده ایم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.